رفقای گلم دوباره سلام. توی این جلسه، یعنی جلسه آخر از فصل 2، میخوایم با هم دیگه یه تعداد از سوالای امتحان نهایی رو حل کنیم، ببینیم که این فصلی که خوندیم از امتحان نهایی قرار چه سوالی بهمون بدن، با چی قرار روبرو بشیم. متنوع هستش، از قسمت‌های مختلف هست، با هم دیگه بررسیش میکنیم. اول از همه در مورد قدر مطلق ها. خب ما اول از همه باید ببینیم 2 منهای رادیکال 5 مثبت یا منفیه. بچه‌ها رادیکال 5 بود 2 و 2 دهم تقریبا. 2 منهای 2 و 2 دهم بچه‌ها یه عدد منفیه. 4 هم که خب تک عدد مثبت مشخصه دیگه. قرار شد اگر اینجا منفی بود قرینش بیاد بیرون، یعنی منفی 2 به علاوه رادیکال 5 بیاد بیرون. 4 هم که مثبت خودش میاد بیرون. 4 رو با منفی 2 میتونم بنویسم 2 و اون رادیکال 5 هم که سر جاش هست. بریم سر وقت بعدیش. اینم که اطلاعات خاصی لازم نیست، بریم یه دفعه داخل یک قدر مطلق بنویسیمش، بعد ببینیم مثبت یا منفی. رادیکال 2 تقریبا 1 و 4 بود. 1 و 4 منهای 2 یه عدد منفیه. پس چی میاد بیرون؟ قرینش میاد بیرون، یعنی منفی رادیکال 2 به علاوه 2. بچه این سوال، بازم میگم اینو سوال امتحان نهایی از خودم در نیاوردم. امتحان نهایی این اواخر هم هستش که به صورت کشوری برگزار شده، ولی بعضیاش هم مال استان ها هست. مثلا این پایینیه که یکم بذار تازه سخت تره، مال استان ها بوده. کشوری ها عموما تازه کمی ساده تر میگیرن. بره داخل قدر مطلق. 8 منهای رادیکال 65. خب بچه ها 65 رادیکال اگه 64 بود میشد 8. پس این از 8 یه ذره بیشتر، مثلا 8 و 1 دهمه. نکنید رادیکال 64 برابر است با 8، پس رادیکال 65 از 8 یه ذره بیشتره. 8 و 1 دهم 2 دهم خیلی فرق نمیکنه. 8 منهای این یه عدد منفیه. پس چی میاد ازش بیرون؟ طبیعتا قرینش میاد بیرون، یعنی منفی 8 به علاوه رادیکال 65. قبل از اینکه بچه‌ها به سوال بعدی برسیم، این صفحه ما رو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، به همون انرژی بدید تا ما بتونیم ویدیوهای بیشتری بذاریم، با انرژی تر کار بکنیم و چیزایی براتون بذاریم که واقعا تو امتحان نهایی بتونید ازش استفاده کنید، نمره کامل رو بیارید و هیچ منبع دیگه‌ای رو لازم نداشته باشید و تا آخر کتاب این درس و این ویدیوها به صورت رایگان در اختیارتون قرار بگیره. بریم سر وقت ادامش. خب این اولیه، این که مثبته، اینم که مثبته. خب جمعشون مثبت میشه دیگه، واضح احتیاج به بررسی نداره. رادیکال 7 منهای 8. بچه‌ها رادیکال 7 خیلی کوچکتر از 8. نکنید اگر مثلا رادیکال 9 بود تازه میشد 3. اگر رادیکال 9 بود تازه یعنی این به 3 هم نرسیده بنده خدا. این 8. پس این منفی حتما، چون یا همچین عددی منهای 8 عدد منفی به دست میاد، 8 بزرگتره دیگه. این که مثبت خب خودش میاد بیرون که هیچی، یعنی 4 به علاوه رادیکال 7 رو می‌نویسیم. ولی اینی که منفی قرینش، یعنی علامت ها رو عوض میکنم و میارمش بیرون. یکم دقت کنیم، رادیکال 7 و منفی رادیکال 7 میره، 4 و 8 هم رو هم میشن چند؟ 12. به همین سادگی و راحتی. پس اگر برات توی ذهنت یک امتحان نهایی غول ساختن، بدون که همش الکیه. ما این سوالایی که داریم حل میکنیم، اون سوال امتحان نهایی مشابهش هم شما 100% دوباره تو امتحان نهاییتون میبینید، خیالتون راحت باشه. بریم سر وقتی. رادیکال 5 که 2 و 2 دهمه، اینم 2 و 2 دهمه. بچه 2 و 2 دهم منهای 3 عدد منفیه، ولی 2 و 2 دهم منهای 2 این چون بزرگتری عدد مثبت میشه. خب وقتی منفی قرینش میاد بیرون، یعنی میشه منفی رادیکال 5 به علاوه 3. این که مثبت هم که طبیعتا خودش میاد بیرون دیگه، رادیکال 5 منهای 2. این رادیکال 5 با منفی رادیکال 5 که با هم میرن، 3 منهای 2 هم که میشه 1 دیگه. خیلی ساده و راحت. بعدیش این اول از همه بچه توان دوش با رادیکال میره تو قدر مطلق. پس اول من اینو رعایت بکنم. دقت هم داشته باشید بچه، این عدده دیگه تو قدر مطلق نیست، پس مثبت و منفیش به ما ربطی نداره. اینی که تو قدر مطلق مثبت و منفیش به ما ربط داره. بچه رادیکال 10 از رادیکال 9 بیشتره. بچه رادیکال 9 میدونیم 3، پس رادیکال 10 از 3 بیشتره، یعنی مثلا 3 و 1 دهمه. 3 منهای 3 و 1 دهم یه عدد منفیه، پس قرینش میاد بیرون، یعنی منفی 3
به علاوه رادیکال ده یه منفی رادیکال ده هم که داریم، طبیعتا این دوتا با هم میرن و جواب میشود منفی 3. به همین راحتی. خیلی بس سوال عجیب و غریبی نبود. بریم سراغ این حالتی ها. کمتر تو امتحان نهایی اومده ولی گهگاهی هم اومده. یه قدر مطلق اینجا به ما دادن، A و B رو هم مقدارش رو به ما دادن. بچه‌ها اول شما نمیایید قدر مطلق رو مثلا بگید مثبت یا منفی، اول اون عددها رو بیایید توی A و B جایگذاری بکنید. 2A یعنی 2 ضرب در A مون چنده؟ 1/2. منهای B چنده؟ رادیکال 3. بازم ساده تر. بچه‌ها 2 ضرب در 1/2 میشه 2/2 یا میشه 1. میشه 1 منهای رادیکال 3. بچه‌ها رادیکال 3 تقریبا 1/7. 1 منهای 1/7 منفیه. پس 6 میاد بیرون، قرینش میاد بیرون و تمام. بریم سر وقتی یه سوال دیگه بازم مشابه همین. بازم A و B رو به من داده و من میرم جایگذاریش میکنم. فقط یه چیزی بچه‌ها اینجا نکنید، این 25 صدم این 1/4 منفی 1/4. یکیش اعشاری یکیش کسریه. بچه‌ها بهتر اینا مثل هم باشن، یا جفتشون کسری باشن یا جفتشون اعشاری باشن، هیچ فرقی هم نمیکنه. مثلا من 1/4 رو تقسیم بر 4 بکنیم میشه 25 صدم اینم، ولی یه منفی داره میشه منفی 25 صدم. خب پس من بیام اینو اینجا بنویسم. 2 قدر مطلقه آمون چنده؟ 25 صدم خالی. یه منها این داره، منها رو میذاریم. خود بی هم چیه؟ منفی 25 صدم. پس نکنید بچه‌ها اول بعد محاسبه رو کامل بکنید. هنوزم نگید کی مثبت کی منفیه. محاسبه رو کامل بکنید دیگه، ساده نشد اون موقع بگید کی مثبت کی منفی. منفی در منفی میشه مثبت، بازم 25 صدم. بچه‌ها 25 صدم به علاوه 25 صدم میشه نیم دیگه. خب نیم هم که یه عدد مثبته، پس خودش میاد بیرون. پس میشه 2 ضرب در نیم. 2 ضرب در نیم هم بشه میشه 1 دیگه، یعنی 2 ضرب در 1/2. 2 تا نیم. همین. بریم سر وقت تیپ بعدی. در مورد این عدد گنگ و گویا نوشتن که خیلی وقتا تو امتحانات میاد، با اینکه خیلی ساده است ولی زیاد هم میاد. مخصوصا این گنگ نویسی بیشتر میاد، ولی بازم میگم اون گویا نویسی هم اومده ها، فکر نکنید اون نمیاد. میگه بین اینا یه عددی که حالا هر چند تا عدد گنگ که میگه، بچه‌ها وقتی میگه عدد گنگ بنویسید اینا رو اول به رادیکالی تبدیل بکنید. 3 رو مینویسیم رادیکال 9. حالا بین رادیکال 9 و رادیکال 11 چی میتونم بگم؟ مثلا بگم رادیکال 10. رادیکال 10.5. رادیکال 10.1. فقط حواستون باشه عددی که میگید یه دفعه جذر نداشته باشه ها. مثلا یه دفعه بین دو تا عدد مثلا شما رادیکال 4 رو نمیتونید، چون رادیکال 4 2. بعد رادیکالی باید باشه حتما. میگه بین اینا یک عدد گویا بنویس. نگفته چه روشی و اینا. عمدتاً بهتره که از دبیرتون بپرسید اینا رو که آقا یا خانم ما چه جوری بنویسیم، از کدوم روش بنویسید. عموما روش همون هم مخرج رو قبول میکنن. بچه این دوتا اگه بخوان هم مخرج بشن مخرجاشون میشه 6. خب این 2 3 برابر بشه صورتش هم 3 برابر میشه. این 3 2 برابر میشه صورتش هم 2 برابر میشه. پس میشه بین 2 شیشم و 3 شیشم. ولی بچه بین 2 شیشم و 3 شیشم که بین یعنی 2 و 3 این که عددی نیستش که 2.5 که نمیتونیم بنویسیم که، چون یک عدد میخواد. پس من همه رو ضرب در 2 میکنم. گفتم هر چند تا که میخواد شما ضرب در یه دونه بیشترش بکن، همه رو. یعنی این ضرب در 2 بشه میشه 6، این میشه 12، این میشه 4، اینم میشه 12. حالا بین اینا چه عددی میتونم بگم؟ بین 4 و 6 میتونم بگم 5 12. روش هم مخرج کردن همه قبول میکنن. دوباره میگه بین اینا دو عدد گنگ بگیم. خب اول اینا رادیکالی بنویسیم. 4 رو بنویسیم رادیکال 16، 5 رو بنویسیم رادیکال 25. خب آقا بین اینا چیه؟ یه عالمه عدده. رادیکال 17، رادیکال 18، رادیکال مثلا 20. خیلی زیاده، یه عالمه عدد بی شمار تاست. یعنی بازم میگه بین اینا یک عدد گویا بنویسید. بازم هم مخرج میریم که معلم ها همه قبول میکنن ازمون. اگر ولی روش دیگه ای هم قبول میکردن که میتونید بنویسید دیگه. بین 4 و 5 بچه مخرج 20 عدد خوبیه. خب این ضرب در 4 بشه، پس اینم ضرب در 4 میشه 8. این ضرب در 5 بشه، اینم ضرب در 5 بشه میشه 15. حالا بین اینا دیگه بچه یا 8 و 15 یه عالم عددی، مثلا میشه 9 20 یا مثلا 10 20
یا مثلا 11 بیستم و خیلی بس بعضی وقتا عدد پیدا میشه، لازم نیست اون ضربه رو انجام بدیم. سوال دیگه باشه در مورد محاسباتی ها، اینا خیلی کم تو امتحان نهایی استفاده شدن. نمیتونم بگم اصلا نبوده، ولی خیلی کم بوده. دقت زیاد لازم داره. خیلی از بچه‌ها به اشتباه میان اول این دوتا اولی‌ها رو حساب میکنن. اولویت فراموش نشه بچه‌ها. اول نکن، حال پرانتز که اصلا حال پرانتز نداره، توانم که نداره، ضرب و تقسیم اینا اولویت داره. حالا کدوم، ضرب یا تقسیم؟ اونی که سمت چپه. یعنی الان من باید 2/3 رو تقسیم بر 1/3 بکنم. میدونیم بچه‌ها توی تقسیم من میتونم تقسیم رو به ضرب تبدیل کنم، 1/3 بنویسم 3/1. یعنی حالا من میتونم مثلا این 3 رو با این 3 ساده بکنم، جواب بشه بعد 2 یا همون 2/1. پس دوباره بنویسیمش. این -1/2 ضرب این دوتام شد 2 یا همون 2/1 ضرب در 1/4 منهای 1. هنوز ضرب داریم بچه ها. 2 ضرب در این میشه 2/4 که اگر سادش هم بکنیم میشه 1/2. پس چی شد؟ شد -1/2 به علاوه 1/2 منهای 1. بچه ها میتونیم همینجا مخرج مشترک بگیریم، ولی یکم اگه دقت کنید مثبت 1/2 با -1/2 از بین میرن، یعنی جواب میشه همون -1 خالی. ولی از این محاسباتی بچه خیلی کمتر استفاده شده. بریم سراغ محوریه. با اینکه خیلی آسونه، تو امتحان نهایی زیاد اومده. میگه اینو رو محور نشون بدید. باشه، خب من یه دونه محور میکشم واسش. بعدش میایم اینو عدد گذاری میکنیم. این 0، این -1، این -2. میگه x بزرگتر. بچه x مهمه ها، این مهم نیست. x بزرگتر مساوی -2، یعنی نقطه تو بزرگتر، یعنی از اینجا بگیر و برو، تموم شد، تهش رو نبند. یا یکی دیگه دوباره همین کارا رو انجام میدیم. خب این گفته از -1 باشه تا 3. خب من میام اینجا 0، این -1، 1، 2، 3. -1ش مساوی نداره ولی 3ش مساوی داره. اینا رو با یه خط به هم دیگه وصل میکنیم و تمام. به همین راحتی. سوال بعدی میگه که این محوری که اینجا نشون داده شده مربوط به کدوم از ایناست؟ آقا هر دوتاشون بین 1 تا 4 هن، مساوی هم دارن، این همینه. ولی بچه‌ها نگاه، این گفته عضو R، اینو گفته عضو Q. بچه‌ها اینایی که دوتا نقطه رو اینطور به هم وصل میکنیم عضو R هستن همیشه. اصلا بچه‌ها ما مجموعه های اینطوری Q رو محور نمیتونیم نشون بدیم. Q پریم یا گنگ هم نمیتونیم نشون بدیم. ولی اعداد حقیقی R رو با این پس این خطی که وصل میکنه مال اعداد حقیقی یا R هست. و آخرین سوالش باشه، واقعیتش من از این سوالات تو امتحان نهایی پیدا نکردم، ولی گفتم حالا حل بکنیم، شاید یه وقتی اومد. میگه اینو مجموعش رو بنویسیم. مینویسید x عضو، چون خط کشیده بچه میگید x عضو R به طوری که حالا x تون از چند تا چنده؟ از -2 تا 3. پس اینور -2، اینور 3. بچه 3 چون تو پره پس مساوی میذاریم، تو پرم نبود نمیذاریم. مثلا این چون خط کشیده پس میشه x عضو R. این چیه؟ کوچکتر از 2، پس ما میگیم x کوچکتر از 2. آیا مساوی داره؟ نه بچه‌ها، تو خالی مساوی نداره. این تیپ های سوالایی که تو امتحان نهایی ها میان. حالا شما توی همین پایین ویدیو به من بگید ببینم به نظر شما این سوال سختیه یا سوال آسونیه؟ واقعا با این نوع سوالات ما چه نمره میتونیم تو امتحان نهاییمون بیاریم؟ ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. در مورد فصل 3 میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم.